دوستان عزیز از همه احترام را خواهش کرده می شود که با خاموشی رعایت میکنیم. دستگیری میکنیم. یک قصه زیبا برای آرزوی انجام. تاجیکستان دردهای را مداوا میکنم. تاجیکستان دردهای را مداوا میکنم. درد آرامی و وحدت را تمنا میکنم. من با خود مازه‌های تو دل دادم. این گرفتاری خود را هر دم افشا میکنم. سلام عرض میکنیم به دوستان محفل زیبای ظریفان و آنهایی که دوستان محفل زیبای ظریفان هستند. انجام شده. واقعا یادآوری از آن بشویم که موافقه با مقامات اجرایی حکم دولتی شهر باختر و روبرت کاخلاتی شهر باختر محفل ظریفان تأسیس یافته است و اینک روز دوم است که محفل ظریفان صورت میگیرد و یادآور از آن میشویم که محفل ظریفان با افتخار روزی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و اعلان نموده مثال رشد زیاد صحیح و هنر مردمی تعرضی گشته است و باوری است که محفل ظریفان بازم خاطرمان امروز دایر خواهد گشت و امروز اشتراکچی محفل زیبای ظریفان هستند. در سیرخط امروز ما دستاندرکاران مؤسسه تعلیمی رقمی 4 شهر باختر با نام پارسا با نام پارس معذرت برایشان یک قصه زیبا و من تنها میخواستم اینجا اعضای حکمان را برای شما معرفی سازم، پس آن شرطهای آزمون را یادآور شویم. عثمان بلالی شاعر صدر شعبه فیلم‌های هنری ریاست مؤسسه دولتی دوریفیلم در ولایت ختلان، سیدزاده آتاخان دیرکتور تئاتر ولایتی موسیقی مسلکی با نام انتون محمدجان شهر باختر، دارنده افتخارنامه سرور معظم ملت رئیس کمیسیون، رحمانزاده فضل‌الدین دیرکتور مکتب صنعتی بچگانه شهر باختر علاجی فرهنگ جمهوری تاجیکستان و عبدالجبار و گلناره نماینده شعبه معارف شهر باختر زیبا. عزیزان دل، دوستان محفل زیبای ظریفان، شرطهای محفل را برای شما یادآور میشویم، زیرا هر یک شرط به خود طلبات خاصه را داراست، زیرا نمیتوانیم که از شرط معین گشته که امروز تعریضی گشته است بیرون برویم. شرط اولی محفل زیبای ظریفان این سلامنامه است، از 5 تا 7 دقیقه می باشد. شرط دوم سنچه حجبی از 5 تا 10 دقیقه. شرط سوم باشد تقلید از 5 تا 10 دقیقه. برای آنه که از این دسته شاید تقلید خوب می شود، شاید به این هنرمند پیروی خوب هم کرده باشند. و شرط دیگر باشد رقص گروهی تا 8 دقیقه در اجرای زیاده از 8 نفره باشد و شرط آخری محفل زیبای ظریفان این پیشنهاد فرهنگ لباس پوش می باشد. شرطهای آزمون فکر می کنم با دسته ای که امروز دعوت شده است، دسته پارس خوانندگانی مؤسسه تعلیمی رقمی 4 شهر باختر و فقط یک خواهش همین است که بازم یادآور از آن میشویم که ثبت تلویزیونی است، نوار گرفته شده است، فقط با خاموشی رعایت کنید. تالار بازم یادآور میشویم که با خاموشی رعایت کنند. خواهش باقی با دسته پارس موفقیت کامگاری تمنا میکنیم، روی صحنه اشعار میخوانیم.
دوستان گرامی خواهش صدای بیهوده خیلی زیاد است خواهش با همون شهر طلبات های محفل ظریفان خواهش از رهبری مؤسسه تعلیم رقم 4 شهر باختر خواهش میگیریم که ثبت تلویزیونی است خواهش دوستان عزتمند هوادار محفل زیبای ظریفان اینک با شرط اول محفل ظریفان بگذاریم این عنوان گرفته است سلامنامه برای اجرای این شرط محفل زیبا دسته پارس را روی صحنه میخوانیم استقبال میگیریم سلام از نامی بابا مهربانی خداوند زن را آفریده است پیش از سخن سلام را آفریده است این سلامی دوستی دوستان زیبا دارید قبول این سلامی دوستی با امر الله و رسول چون زبانی ما یک از ما پیروانی رودکی پندگو از باخیرت تاجیک همه از رودکی در 20 سال وحدت ما ملت آفریدیم اندر کنار میهن بر خویشتن رسیدیم بعد از 1000 سالی بی دولتی عزیزان برپا میشد دیار با نامی در آسمانی میهن مرغی هما پرافشان زیرا کفیلی صلح است در جاده ای بریشیم شهجاده کرد ایجاد از قلبی کوه بگذشت این خلق مثل فرهاد در 20 سال وحدت بر سوی پیش رفتیم از 4 سوی دنیا بر سوی خویش رفتیم از آب پاک دریا ما نور آفریدیم یک خلق متحد مشهور آفریدیم در ساز ما صدا داد آهنگ آریایی ایا شده سرینا فرهنگ آریایی در 20 سال وحدت این خلق پیش باید درد جدایی او از همدلی دماید از فیض صلح و وحدت این خلق گشته احیا بر خویشتن نظر کرد او را شناخت دنیا از پشت پیشوایش این خلق ناورد شد باغی امیدهایش سرسبز و گلبسر شد آید زیتار وحدت آهنگ صلح تاجی بشناخت این تمدن فرهنگ صلح تاجی گل ریز و گل بسر شد 20 بهار وحدت این ملت ارجمند است از افتخار وحدت سلام سلام آوردیم ما سلام آوردیم سلامی گرم و جوشان بر حکمان آوردیم از این سلام بگوییم با صد کلام بگوییم سلامی مخصوصی بود بر حکمان بگوییم سلام کفتر دلها گوییم با صد تمنا سلام بر شما گوییم به خلقی تاجیکی ما سلام
بچه کنید تاکودن جمشید بچه کنید تاکودن جمشید متیاره خرسکوی زیبا خوشی نشان میکنیم دوستانی خیلی و میزدمند ما شما شاید اجرای سلامنامه دسته پارس بودیم و تا که به این شرط آزمان از اکمان باگذاری سازند از دستندرکاران دسته پارس خواهش میکنیم بخش غیر کانکورسی خیش را پیشنهادی ما شما سازند استقبال میگیم دوستان عزتمند واقعا همه با شما شاهد اجرای سلامنامه دسته پارس بودیم و اینک پاگذاری اعضای کمان را به بخش اول با هم میبینیم. مرحبا. لحظه خیلی لحظه برای علی دسته پارس لحظه بسیارم خوب است. 5 4 5 4 بازم به دسته پارس به دسته اندرکاران این دسته موفق بازم همکاری تمام میکنیم و میگذاریم به شرط دوم محفل زیبای ظریفان این صحنه حجبی است.